هر یک انسان حقوق داره موافق کنستیتوسیای مثلا جمهوری تاجیکستان وقتی که او با یگان کارخانه با یگان مؤسسه دعوا کرد او موافق قانون اون جوابگر است مثلا اگر پایمال کردن حقوق در همینجا گاه کارخانه میرن و یا چقدر پیشواز هم نمیگیرن و چقدر شما در فهمانم مناسبت خوب ندارن اون شهروند میتوند که عریضه نوشته به سود مراجعت کنه موافق این باید جزا بینن آدم ها. خیلی حالت شما رو برو شدگی هستید؟ نه حاضرش به من نشده. اگر شوید به کجا مراجعت میکنید؟ با فکرم به پروکراتور این مراجعت میکردن به پروکراتور چون که حقوق انسان پروکراتور محافظت کرده میتونه یا خلاف میگن که شکایت هم نتیجه نمیدهد شما چه فکر دارید؟ باید نتیجه دهد باید چون که موافق کنستیتوسیا باید اگر کنستیتوسیا خوب دانی قانونهای کنستیتوسیا با ضد تو هیچ کار کردن نمیتونه. هر یک شهروند باید که حقوق و آزادی شخصی خودش رو دانسته از وی مکمل استفاده بردنش در کار میشه. برای که تاجیکستان دولت حقوق بنیاد باید هر یک انسان حقوق شخصی خودش رو دانسته از روی هوای عمل کردنش در کار. وقتی که ما حقوق و آزادی خودمون میدونیم این خودمون که رعایت کردیم دیگه کس هم یگان خیلی دولت کردن نمیتونه. برای که ما گوییم یک شخصی حقوقدان گوییم برای حقوق و آزادی میدونیم اگر آدمی که ویران کردنی میشد میترسد میگه که این در حقیقت میدونن و باید این به نزدیک نشد. آزادانه گشتن خواندن همش حقوق انسان سر و لباس دانشگاهی که میخونیم این همه در حقوق ماست. برای لباس های پوشیده همون بسیار سختگیری میکنن که لباس ها را نپوشید برای روی مال بستن ما میخوایم سر لیج گردیم آزاد گردیم میگن نه توی رو مال داز چیکار بسیار شدگی خیلی مثال زورآوری کردن به انسان در یگان کارهای شخصی و دخالت کردن کارهای شخصی مالی ملکی و دخالت کردن اینها مقصد حقوقش پایمال کرده می شود. با همین حالت ها دچار شدگی هستید؟ نه کدوم. اگر شوید کجا مراجعت میکنید؟ اگر شویم با حالت ویزی حقوق انسان هم هر یک کس باید همین خچه محافظت کرده بتونه در دولت و دولت دیگر مقصد دولت خمو ده خیلی گام میزنه ما دیگه دولت هم گام میزنه حقوق محافظت کردن هر یک انسان خودش حقوق برای میاره. مقصد آزادانه رفتار کردن آزادانه گشتن با کارهای خود دوام دادن کارهای خود را آزادانه دوام دادن یعنی چه خیلی که میفورد سر لباس میپوشد چه خیلی که میفورد میگردد خود چی مقصد که همین آزادانه رفتار کردن با کارهای خودش دوام دادن انتخاب کردن کسب چیزی خودم رو میدونم چه خیلی فهمیدن در کار کسی که حقوقش رو نمیدونه پایمال میکنن. البته خیلی شاهد شدگی هستید که حقوق یگان کس پایمال شدگی باشد در یگان جا؟ نه بفکرم نه حقوق های انسان را شهر میدادید که کن ندانم حقوق انسان آخر حقوق چی گویم حقوق فهمانم حقوق اینه مثال من حقوق خودم رو میدونم این حقوق خودش رو میدونم هر کی حقوق خودش رو میدونه